ما هم ابتکار گرفتیم که در اینجا سهم خود را گذاشته باشیم و همین موضعی که امروز شما شاهد بودید با این شکوه و شهامت یک جای سیلزده و ولنگار بود. ما یک عمل یا خود یک اکسیه را با نام تحفه دوستان پرزیدنت با مردم شریف کلوب راه اندازی کردیم که از تمامی شهر و ناحیه ها این ابتکارات ما را دستگیری کردند و یک ورزشگاه صرف زمانوی و اروپایی در اینجا ما بنیاد کردیم. تا جایی که من میدونم و با فوتبال سر و کار دارم، در ولایت ختلان چنین ورزشگاه نیست. در دوشنبه هم الان من چنین رو تقریبا که ندیده ام. یعنی که این یکی از نخستین پیک های بود که انشاءالله ورزش رو ما صحت میکنیم. ما امروز شاهد شدیم که در شهر کلوب یک ورزشگاه نوی سنی کردن و ما خیلی شاد شدیم که در شهر کلوب همین خیلی ورزشگاه بسیارتر شوند و هر یک مردم کلوب در یک فرزندی کلوب در فرزندی تاجیک ده همین چیزا خیلی هم ضرور است. از هر کوچه و از هر یک ناحیه بازی میکنن. ما میتونیم که فوتبالیستای ناز برایت مامو و جدا کنیم بگیریم بعد دسته یک کچنی روشن میشه. ما کوشش نموده هستیم که در یک جایگی با صاحبکاران در تطبیق این سیاست سهمگذار باشیم و خانه‌دار شوید در نوروز این بسیار یک فعالی دیگه است و دولتی است سهمگذار شدن. اولین مراتب است که یک نهاد مستقل عین حال هفتواری SSR و چنین ابتکار دست زد. یعنی یک نهاد مستقل یک جا با نهادهای دولتی چنین یک گوشه زیبا بنیاد کردن، چنین یک ورزشگاه کردن که نظیرش در ولایت ختلان نیست. با میدانچه صنعی با یک گوشه ناآباد شهر را آباد کردن و باز چند عامل دیگر است که چنین ورزشگاه نظیر ندارد و این باعث در عرفه نوروز خجسته پای فعال نیک است وقتی ورزشگاه می سازند.